السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر، من شب راه بودم، سفر بودم، یه گوش کردم. بله، و خطا میکنن کسی این گپ میگن که امروز در تلویزیون در چیز نگه، در اینترنت این گپ نگه، در فلان نگه. در اینترنت که نگن جایی نیست که در هر جا برای انسان رو برو بشینن بحث بکنن و مردم استفاده بکنن. و امروز این یک وسیله است، مثل تلویزیون است که مردم استفاده میکنن. یک وسیله ای که انسان خیر استفادهش کنه خیر میشه، شر استفاده کنه شر میشه. و خود شما را هم گفته که اگر این اینترنت نمیبود شاید ما خیلی چیزها را نمیفهمیدیم. و اون کس میگن که یک انسان تکفیر میکنن بعد راه نشان نمیتین. چه راه نشان نمیتین؟ میگن توبه بکن، توحید بگیر، با مستمر همین راه هست دیگه. چی است؟ و اینکه یک انسان بگه که تو کافری، یک انسان بگه که تو همینجا نرا میمیری، تو کسالی، بگه توبه بکن خودت. یک انسان بگه تو خرسند میشی، اما در امور دنیا همین کارا نکن، همونجا مثلا فلان جا نرا که راه محکم است، مثلا تو نمیتونی در اومده خرسان میشی. برای دینت وقتی میگن که تو در کفر هستی تو توبه بکن، چی به خرسان نشو این انسانی که واقعا اسلام بخواه. نه این گپ و گپوی سفسطه.